آمدی نوبهاری توبه شکن، پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. عجیب از کجا آمد؟ چگونه آمد؟ یکی از زیباترین جشن‌های دنیا که از قدیم آمده است، کسی نمی‌داند که از کجا آمده است، در کدام وقت بوده است. فقط از روی خلاصه‌رانی‌های منطقی امروزه می‌توان گفت که از زمانی که انسانیت بود، زمستان بود، رفتن او بود، آمدن بهار بود، این پدید آمد. از همون وقت در اون زمانهایی که نه دین بود، نه اعتقاد بود، نه یگان چیز دیگر بود، آدمیزاد از عالم وحشانیت به عالم خود قدم میزد و آهسته آهسته دریافت و بعداً این به منزله یک جشن، یک زمان مقدس، یک روز مقدس، یک دوره نهایت زیبا که فرض کردیم تمام دوره خنکی، سردی، یک زمانی که بسیار دلگیر است و یک زمان نورانی فرا میرسد و هر سال دیگر هر کس که در جهان زندگی میکند میداند که بعد فلان وقت روزی خوش میاد، روزی زیبا میاد، برای او را انتظاری میکشد و در امتداد وقت این مبدل میشود به جشن. در امتداد سالهای پی در پی که گرفت از نسل به نسل و اما آن ثبت کتابی و یعنی که دیدنی که مشاهده می شود امروز اولین مراتبه در جامعه آریایی ظهور می کند. از دلیل های کتابی و از دلیل هایی که گفتم از سنگ نبشته ها و هر چیزی ساختمان های دیگری قدیم که بازماندن در همین سرزمین بودن، با همین خط اجدادی ما بودن، با همین زبان بودن و هر کسی دیگر که گفتن از ما گفتن که ایشان را چنین جشن زیبایی است. این چگونه جشن زیبا است که تمام جهان از او ستایش میکند که آریایی ها را چنین جشن زیبا است و ما خودمون که تماما آن چیزی که ما احساس میکنیم با دیگران او احساس ما را ندارن در همون دنیای قدیم که او را ما با وجودمان ساخته ایم. البته با یاری خداوند که یعنی که طبیعتی که خداوند آفریده است، انا همون آفریده طبیعی خداوند را بروقتر از همه ما دریافتیم و برای خود و دیگران یک جشن ساختیم. نوروز بدل کرد به دل پیر و جوان را، ایام جوانی است زمین را و زمان را. انا همین پیوند اصله ها و نسل هایی که در این شعر به نوروزی بخشیده انوری ابیوردی ثبت شده است یک جهان معنای فلسفی دارد و نوروز در بین تمام جشنهای بزرگی مردم آریایی تبار بخصوص جشن مهرگان صده جایگاه خاصی دارد و ارجمندتر از دیگر جشنها می باشد و این کلمه زیبا نوروز که هنوز در زبان پهلوی هم رایج بود و در شکل تنها دیگر نوک روج، یعنی به همون شکل نوروز است، از نوک نو و روج روز است و بعداً در زبان عربی هم به شکل نیروز که باز هم از همون نو و روز است، گویا به همون نام مسما شده است. از قدیم الایام تا به امروز خیلی مرتبه و منزلت بلند دارد. این سعادت بزرگ است که ما و شما بیننده هوشمندی ما باز به تبریک همدیگر رسیدیم. گویا کار عادی و معمولی می نماید همدیگر را مبارکباد گفتن، اما از نوروز پیشین تا نوروز نوین چقدر انسان‌هایی هستند که همین کار عادی را نمی توانند انجام بدهند، چون هنوزم
خیرت انسان ها خفته است که بایستی زنده شود. از نو زنده شدن یعنی که مردم دنیای قدیم نگاه میکرد که از نو زنده میشد همه چیز. گفتی سعدی هر چیزی که با طبیعت نجنبد حطب است، یعنی که چوب است. آن همون گفته سعدی است. وقتی که مردم میدید که هر چیز از نو زنده میشود، بعد این گمان رفتن که شاید آدمی هم زنده شود. برای همین در اساس همین تمام دین‌های دیگر در قدیم با وجود آمدن، به خاطری که یعنی که بعد از مردن ما، چنانه که ما با چشم مشاهده میکنیم که در نوروز همه چیز، در این روز با همه چیز زنده میشوند، ما نیز زنده خواهیم شد. برای همین در تمام دین‌های دنیا تأثیر گذاشت و شاید البته خبر کتابی نیست و خلاصه‌رانی‌های منطقی است که یعنی که شاید ان همین فلسفه نوروز دین‌ها را با وجود آورد که یعنی که ما حتما باز زنده خواهیم شد. این قبل از آنه که دین‌های بزرگ با وجود آمدند. ان همین گونه یک جشن زیبا متاسفانه در امتداد وقتی که دین‌های دیگر آمد، ایدئولوژی‌های دیگر آمد، ان همین بزرگی و شهامتی که در نوروز بود، هر دین برای خود اون برگزید، با خودش قبول کرد. فرض کردیم بزرگترین جشن در این راه در زمان هخامنشی ها شد. یعنی که پدران بزرگ ما، اولین امپراتوری بزرگ عالم، این جشن چنان جهانی کرد که جهان امروز از جهان قدیم رشک میبرد که چرا من چنان کرده نمیتونم. این سخنهایی که من میگویم، این سخنهای چی گویم، یعنی که هوایی از هر کجا آمده نیست، بلکه در نتیجه مشاهده است که فرض کردیم اون شکوه و شهامتی که در دنیای قدیم داشت نوروز، امروز اون شکوه و شهامت نیست. شما فقط یک چیز مشاهده کنید که شهر پرسپولیس، یک شهر بزرگ برای نوروز ساخته شد و تمام دولت‌های متمدن دنیا، 22 دولت بزرگ، مرکزهای تمدنی عالم، همه در یک امپراتوری بزرگ تاجیکان، یعنی که اجداد ما جمع شده بودند. مرکزهای بزرگ مصر فرض کردیم، بین نهرین، آشور فرض کردیم، سوریه، قسمت‌های شمالی رود سیند، تمام آسیای میانه، خلاصه باختر، سوختر، کجا قفقاز، مرکزهای بزرگ تمدنی عالم بودن. اینا در اون وقت فرانسه و انگلیا و دیگر این چیزا مملکت‌های بودن که در جای دوم و سوم و امثال این بودن. ان همین مرکزهای بزرگ تمدنی تمام نمایش‌های خود را به ان همین شهری که پدران ما ساخته بودن به اینجا می آوردن. شما تصور کنید که در شهر پرسپولیس 22 مملکتی که در ان همین جمعیت بود، در یک دولت متحد شده بودن، همه غناوت خود به نمایش می برد. امروز نیست که در عملیات بگیری سحر بگرد از این مملکت به اون مملکت شوی. فرض کردیم از سوخت می گرفت، برد در چندین ماه به اونجا می برد. فرض کردیم از هندوستان می گرفت می برد، از قفقاز، از شمال افریقا و امثال این، از تمام عالم، هر کس غناوت دولت خود به نمایش می گذاشت. بینید که با چقدر زحمت، یعنی که 1 ماه و 2 ماه و شاید 3 ماه هم می رفتن، چقدر چیزهایشون در راه تلف می شد. فرض کردیم با وجود اون می بردن همون را به نمایش می گذاشتن و تمام جهان در حیرت می گذاشتن. کنی امروز چنین نوروز نیست. امروز به نزدیکی که نوروز جهانی شد، اکنون آن عبرت تاریخی که بود امروز باید ما را وادار کند که ما در نوبت اول باید با اون نوروزی که داشتیم به اون رسیم و بعد از او گذریم. آن امکانات امروزه که در مملکت‌های جشن نوروز می گرفتگی هست. اما
آن با اون زحماتی که اون جشن گرفته میشد، با شکوه بزرگی که گرفته میشد، برای همین من با جهان امروزه مقایسه کردم که حالا در این نوروز جهانی که ما جشن میگیریم راه پیش گرفتیم که اول به او رسیم و بعد از او گذریم. یعنی که ما در اول راه هستیم. برای همین من از این نقطه نظر شکوه و شهامت نوروز با امروز مقایسه کردم دنیای قدیم. سبب ماندگار بودن یا که به همین درجه بلندی رسیدن نوروز در تمام دور و زمانها این است که نوروز تعامل‌های خاص داشت. نوروز رمزهای خودی داشت. نوروز وابسته بود به باورهای مردمی. نوروز مراسمهای خیلی فراوان داشت و همه اینها در دوام 100 ساله ها و 1000 ساله ها بالای هم روزافزون به نوروز علاوه شدند و امروز نه اینکه نوروز کاهش یافت، نه اینکه نوروز طوری که بعضی محدودیت ها برای نوروز پیش آمده بود در طول سالیان کمی کاهید، بلکه برعکس نوروز روز به روز خیلی تشکل یافت، رشد کرد و با اون تعامل های نو علاوه شدند، شکوه شهامت نو پیدا کرد و امروز طوری که ما مشاهده میکنیم نوروز با عرصه بین المللی و جهانی وارد شد و نوروز جهانی شد و امروز مملکتی در دنیا نیست که در آن نوروز تجلیل نشده باشد، زیرا که یا در آنجا آریا تباران زندگی دارند و یا که از همین آریا تباران با اون مملکت ها هم یک نوع تأثیر گذاشته و آنها نیز نوروز را جشن میگیرند. نخست دانشنامه نوروزی پیشنهاد خواننده خواهد گشت امسال با پیک نوروز و با لطف کارمندان دانشنامه ملی تاجیکستان. و اگر این دانشنامه نوروزی همه ما را سیر نوروزی دی میبرد، حتما از مشکلی ها در راه درک نوروز آگاه خواهیم شد که این آگاهی برای هر کدام ما وارثان نوروز واقعا حتمی است. یک نامسایدی کار است، یک ناموافقی کار است از سبب ندانستن تاریخ و از سبب تعصب ناگواری که ما داریم. همین در اسلام هم تعصب هیچگاه قبول ندارن، مرد متعصب هیچگاه پذیرفته نمی شود در غیر او هم. یعنی که همه کسی که ذره دانش دارد میداند که تعصب بسیار چیزی بد است. انا به همین نوروز هم تعصبی که در جامعه ما مشاهده می شود، میگویند که نوروز فرض کردیم جشن زردشتی است، او زردشت برای ما لازم نیست. فرض کردیم این جشن کروش و دارا و کیم کی بود، اینا زردشتی بودن، اینا به ما لازم نیست. کسی از عقل کار نمیگیرد، از عقل کار اونا گناهگار بودن که قبل از دین اسلام متولد شدند، قبل از دین اسلام تمدن ها ساختن، تمام عالم را به تمدن کشیدن، آدمیت را، انسانیت را از عالم وحشیگی به عالم تمدن و فرهنگ کشیدن. مگر گناهگار بودن اونها؟ میگویند که ما اهل کتاب قبول داریم، زردشت و فلان و هر کسی که در پیروی او در دایره او بود قبول نداریم. خب درست قبول ندارید، برای چی قبول ندارید شما؟ وقتی که شما اگر میخواهید که اهل کتاب قبول دارید، هر که انجیل و تورات دارد قبول دارید، شما آیا میدانید که پدران بزرگ شما نامشان در تورات است؟ کروش بزرگ در تورات است، دارای بزرگ است، خشیار شاه است، تمام داراهایی که در دولت هخامنشی‌ها بود همه اونها هستند. آیت ها است که در آیت ها نوشته‌اند که خداوند کروش را برای آن فرستاد که در جهان صلح آورد و تمام مردم را به تمدن کشد. ببینید خداوند او را برای چی فرستاد؟
اگر شما که به اهل کتاب باور دارید و به گذشتگان خود باور ندارید، اقلا بروید به همون باور و از اون دریچه بدرید و شناسید که پدر و اجداد شما کی است. نوروز که جشن بزرگ آبا و اجداد ما است، درست گفتید که از اون در باید ببینید. اقلا در اسلام هم هست که تمام دین ها گفت که آمد و در اسلام مکمل شد. پس از این نقطه نظرم اقلا به تمدن گذشته باید که توجه کرد. این البته برای طبقه که متعصب هستن، این سخنها رو من برای اونها گفتم. اما اونهایی که از علم و تمدن و دینی والا و هر چیز دیگر که آگاه هستن، ایشان این بسیار با سهولت در میابند که حاجت به گفتن اونها نیست. ما نباید نوروز رو در تاریخ جستجو کنیم، بلکه تاریخ رو باید در نوروز جستجو کرد و در مسیر تاریخ هر حادثه واقعی که مصادف افتاده است و بعضی محققان یا که بعضی راویان اون رو به نوروز وابسته میدانند و میگویند که نوروز از همین روز ابتدا شده و از همین روز آغاز شده است، بلکه برعکس است. این حادثه واقعی که است نوروز بود، ولی این حادثه واقعی تاریخی را به نوروز میپیوستند به خاطر اون که نوروز ماندگار بود و این حادثه واقعه ها یا که دین ها یا که اعتقاد ها یا که ایدئولوژی ها به خاطر نگهداشت بود و شود خودشان این اندیشه های خودشان را به نوروز پیوستگی می پیوندند. سبب پیدایش چنین اندیشه از کجا به وجود آمد؟ این است که واقعا تا امروز محققان بسیاری درباره نوروز مقاله های علاهیده و کتاب های بزرگ حجم هم نوشتند و از قدیم تا به امروز این عنعنه این تعامل ادامه دارد. ولی سردکس علمی انسیکلوپدیا ملی تاجیک بران اندیشه شد که باید یک کتاب صاف علمی مرتب گردیده باشد که واقعیت نوروز را، حقیقت نوروز را باید برای مردم نشان بدهد و هر چیزی که به نوروز از این یا آن جهت وابستگی داشته باشد باید در این کتاب پیدا باشد. از این کتاب باید پیدا کرده تواند. یعنی هیچ سؤال باید که پیش خواننده نمانده باشد دایر به نوروز که باقی باشد. به همین خاطر ما تمام کتاب ها، یعنی طوری که به خواننده عزیز میبینند، من همه این کتاب های نوروزی هستند که اینها یا در داخل جمهوری ما تألیف شدند یا در ایران یا در افغانستان و یا بیرون از آن به زبان انگلیسی یا که به زبان فرانسوی و همه این کتاب ها در نوبت اول جمع آوری کردیم، مقایسه کردیم، مقابله کردیم و همون جنبه های بهترین، همون طرف های بهترین و خصوصیت های بهترین علمی داشته اندیشه های محققین را علاهیده ما در کتاب علاهیده ریخته نام آن را نوروز نامه کردیم و امروز این نوروزنامه در صدد آماده شدن است و گویا که قریب آماده شد. حال در چاپخانه این کتاب موجود است و ما نیت داریم که تا به نوروز یک شماره کم هم باشد ما این کتاب را دسترس کنیم و برای خواننده های نخستین پیشنهاد نماییم. برای انسان نونگر و زندگی ساز نوروز همه روز است و یا همه روز نوروز است. اگر ما خلقت نوروزی داریم و یا اگر ما خلقت نوروزی را در میافتیم، هر نفس ما در بیکرانه آفاق ثواب و شرافت می‌ریخت. ما باید که به نوروز بسیار ارج بزرگ گذاریم به همین جشنی که پدران زیبای ما گذاشتند. در برابر این
این جشن چنان جشنی بزرگ ساختند که جشنهای دیگر را در اطراف آن همچون گلدسته آفریدند و در عرفه آن همین جشن بزرگ مادران را ساختند که اون هم یک رمز آفرینش است، به منزله جشن نوروز یک آفرینش بزرگ دیگر. این وقتی که ارزش تاریخی دریافته شد از جانب راهبر دولت ما هم بسیار خوب پذیرفته شد و به زودی همچون جشن مادران، آن همون جشنی که در پهلوی این جشن بزرگ بود، احیا شد. پس جشن نوروز آیا جشن دینی است؟ نوروز هیچگاه جشن دینی نبود. نوروز جشن طبیعت است، یعنی که برابر شدن شب و روز. برابر شدن شب و روز در بهار نوروز است، برابر شدن شب و روز در تیر ماه مهرگان است. این یک زمان قبل از زردشتی فرض کردیم تمام گذشتگان ما همه منجم بودند. فرض کردیم بابا و بیبی و مامای من فرض کردیم چنان از روزها آگاه بودند که امروز دانشمندان نمیدانند چنان را. آدمان عادیه که فرض کردیم 70-80 سال قبل از ما بودند که امروز این خیلی روز است، امروز روز خوب است، امروز روز نحس است، امروز در هوا که زردی از قبله آمد پگاه هوا این خیلی می شود، فلان ستاره در اونجا است، تیر ماه می آید، فلان این خیلی، یعنی که تمام چیز گذشتگان ما می دانستند. این از شرافت نوروز بود. آن همین بزرگترین همه اینها نوروز بود که همه اینها از این سر زدن. تمام 365 روز برای آریایای قدیم روز جشن بود، هر روز نام داشت. یعنی که ببینید که با طبیعت چگونه گذشتگان ما خود را درآویخته بودند، چگونه چون تار و پود آمده بودند و هر دین بعد آمد از این بزرگی ها در اون لباس زردشتی پوشاندن. فرض کردیم زمانی آمد در زمان اسلام هم یک وقتا نوروز بسیار پرشکوه شد در دوره‌های خلیفه‌های گوناگون. در زمان شوروی آمد محو شد، آمد حاضر با آن همون حالت طبیعی که در قدیم داشت. از همه اون لباس ها بیرون شد، حالا در لباس طبیعی خود، یعنی که باز همون برابر شدن شب و روز جشن گرفته می شود. مهرگان برابر شدن شب و روز در تیر ماه جشن گرفته می شود. یعنی که این جشنی که خداوند برای این ملت تقدیم داشته است از قدیم همچنان تا جهان است و این ملت است، این جشن به نام همین ملت می رود. امروز هم که جهانیش در تمام دنیا با نام زیبای تاجیکی نوروز در تمام جهان رایج است که این بزرگترین افتخار برای ما است و هر مردی که تعصب است اقلا همین جامعه تعصب را از رویتان بدر کنید و دریابید که حرف سری چی است. همین زیبایی، همین از نو تجدید شدن طبیعت، آیا این آفریده خداوند نیست؟ آفریده های خداوند را عزیز داشتن در کار. دل پیر و جوان نوروز خواه است، زمین و آسمان نوروزگاه است. در این یک چند روزی سبز در سبز نسبزیدن گناه است. اگر گندم های نوسبز خاک را نسخه یوسفستان کرده، اگر دال و درختان گل‌آویز گشتند، اگر بچه ما و شما با گل بهمن در دست پیش از ما صدای آمدن بهار را شنیده، پس خوشا و شکرانه که نوروز آمده. شروع می شود نوروز اساساً از تدارکات نوروزی. همین که نوروز آخر می شود، اکثریت مردم ما بعد انجام نوروز با به نوروز آینده آمادگی می گیرند، یعنی ایدی آماده می کنند. وقتی که تیر ماه تمام حاصلات خوانداشته می شوند، در تمام دهات جشن مهرگان تجلی کرده می شود و در همین جشن مهرگان که تمام حاصل خوانداشته می شود، صاحب خانه ها بهترین حاصل را نگاه می دارند در گنجینه برای نوروز
تجلیل نوروز بهترین گندم را برای سمنک جدا میکنند. بهترین سیب یا قوق باشد یا تر باشد، بهترین زردآلو برای نوروز آینده جدا میکنند و همچنین بسیار حبوبات دیگر را هم بهترینش را سره کرده و برای نوروز اون آماده میکنند و در جای نها میگذارند که برای نوروزه است گفته. ببینید تدارکات نوروز از کی شروع می شود و همین که باز جشن صده شروع می شود فرا می رسد و تا نوروز 50 شب و 50 روز دیگر باقی می ماند، باز هم تدارکات دیگر شروع می شوند، باز دیگر آمادگی ها برای نوروز شروع می شوند. مثلا نخستین چیز که در بیشتر مملکت ما کوهستان است، همه جا برف هنوز است وقتی که نوروز می رسد. امروز امسال کم برفتر بود ولی در دیگر سالها سیر برفتر است و نخستین تدارکات نوروزی به اصطلاح بعد جشن صده خاکپاشی زمین ها است. یعنی که به زودترین فرصت زمین ها خاک پاشیده می شوند، تاثیر آفتاب بیشتر شود، زمین ها آب شوند از برف و برای کشت و کار آماده شوند. آهنگرهایی که در هر دهه موجود هستند اونها شروع میکنند به تیز کردن و از نو کردن آلات مهنت، آلات کشت و کار. گروه اسپار میتراشند، گروه دیگر یوغ میتراشند، سیومی کلند بیل یا که داس را آماده میکنند تا که به کشت و کار آماده باشند. این هم یکی از تدارکات نوروزی است که هنوز از ابتدای جشن صده شروع می شود تا به نوروز. رمز و تعامل ها و اساطیرهای فراوان در نوروز هستند که در دوام سالیان خیلی دور و دراز این نوروز را برای مردم خیلی نزدیک کرد و مردم در آن باورهای خودشان را دارند. باورهای خودشان را از این دارند در آنجا که اعتقاد به نوروز دارند و بسیار وقتا مردمان یا که محققین هم در برابر آنها نوروز را با همون تاریخ خیلی کهن پیوست میکنند و این یا اون شخصیت تاریخی را اساسگذار یا آفریننده نوروز میدانند که اصلا نوروز قبل از تمام این همین اندیشه ها و پدیده ها به وجود آمده است و از بس که اون پدیده استرونومی و تقویمی است به هیچ یک واقعات تاریخی ارتباط ندارد. به استادان معظم، به قلموران فردا افروز، به عزیزان تازه آغاز، به اهل ذوق و به اهل راز، یعنی به نفرانی که در بغل ناموس ملت دارند و خود از علم و از اعتقاد و از تحقیقات احترام قائم باید بود که ایشان با کوشش ها از دل به دل، از مرز به مرز و از دی به امروز و از امروز به فردای جاویدانه برای نوروز شایسته نقب کردند. تازگی های نوروز بینید که چی است. در قدیم اولین کاری که میکردن تمام کالاهای کهنه خود میپرتافتن، همین درد و رنج و هر چی که سری همی بود همون هم میپرتافتن، اگر که نو هم که بود همه چیز هم میپرتافتن و همه چیز از نو شروع میکردن. بینید طبیعت نوروز چی چیزا برای ما پیشنهاد میکند که ما باید چیکار کنیم. بعدن شروع می شود با آماده کردن طعام‌های نوروزی و این طعام‌های نوروزی نیز در نفس خود یک فلسفه یا حکمت خودشون را دارند. ببینید که اساسی ترین طعام نوروزی این سمنک است و سمنک که از شیره گندم با تعامل‌های خاص پخته می شود حکمت خودش را دارد. ببینید که در پختن سمنک یگان مرد را راه نمیدهند، این هم یک تعامل است. یا که هنگام پختن سمنک آب آن را از چشمه میآورند که آب صافی نو از زیر زمین برآمده است. و دیگر اینکه وقتی که گندم ها را برای سمنک
پیشکی آماده میکنند، این گندم ها هم گندم های سره باشند و آنها را مخصوص کدبانه هایی هستند که آنها در دوام سالیان دراز تجربه بسیار بزرگی کدبانگی دارند و زنهای از جمله زنهای خوشبخت هستند. آنها گندم را آماده میکنند و آن را برای سمنک تیار می نمایند و همون خود پختن سمنک نیز تعامل های بیشتر خودش را دارد که در اونجا از ابتدا تا انتها فقط سرود است، بزم است، موسیقی است، شعرخوانی است، یعنی فقط خرسندی است و از ابتدای شام شروع می شود پختن سمنک تا صبح و صبح همین که سمنک پخت نخست آن را به نوعروسانی که نامزاد شدند فاتحه شدند ولی هنوز به شوهر نرفتند به خاطر بختگشایان آنها نخست از این سمنک آنها میچشند. این یک نوع باور است و یک نوع بختگشایان است و من بعد آنها این سمنک ها را به شخصان بیمار برجامانده دیگه میفرستانند که این هم یک تعامل بسیار جالب است و بعد از آن هر کسی که در این جشن شرکت میکند برای آنها از سمنک تقسیم میکنند و ببینید که با همین سمنک رو اولاد به اولاد میپختند از زمانهای قدیم و این طعام خودشان را همون کدبانو ها به همدیگر عوض میکردند، تعویض میکردند. یعنی سمنک پخته یک اولاد را اولاد دیگر و سمنک پخته اولاد دیگر را این اولاد یا که اجداد میخورد تا که بینشان اگرش تو یک نافهمی، یک خشونتی اگرش تو پیشتر سر زده باشد، با خوردن آشامیدن طعام همدیگر همین کدورت ها از بین می روند. در تمام سال مردم انتظاره روز نوروز می کشیدند که در آن روز هر کس که قاری بود حتما آشتی باید شود. یکی از رکنهای نوروز این بود و نمیخواست باید که آشتی میشد. در همون روز هر جنگ، هر نوبسامانی که در عائله بود، در بین دولت ها بود، اون باید که از میان میرفت. بزرگترین نمونه این در این روزگار دوستی بین خلق تاجیک و ازبک است که تمام ما تا به این روز از این شادی و فرح نوروزی به خود نآمده ایم. این هم فیض نوروز است. خب نفرایی که در محبس ها بودن و امثال این در روز نوروز حتما قسمت بیشتری آنها که سبکتر بود اونها حتما آزاد می شدن. به اصطلاح امروزه امنیستیا در روز نوروز بود. از این جهت تمام کودک و میده و ریزه به اصطلاح روز نوروز به خاطر تحفه گرفتن امثال این از یکدیگر چی میکردن و بزرگترین عملهایی که در نوروز میرفت این تحفه دادن بر یکدیگر بود که تحفه همه وقت مهر و محبت دو کس به یکدیگر بسیار افزون میکند و از همه بزرگتر در نوروز میر نوروز بود. میر نوروز کی بود؟ میر نوروز آن بود که آن همین طبقه جشن گیرنده نوروز خودشان این را به اصطلاح بافته و برآورده و تأسیس داده بودند. برای چی؟ برای آنکه در مملکت حتما در امتداد سال کمبودی می رود. البته وی رئیس دولت است، امیر است، وزیر است یا شاه است، حتما یگان کمبودی میکند، زیرا که انسان به کمبودی نیست و خلل‌های هم در دولت می رود برای که چندین نوع حکمران است، فرض کردن فرمان ها است امثال این. میر نوروز همه اینها را گرد می آورد و به طور نیم شوخی و نیم جدی در میدان گرد می آمد و بر تخت می نشست و 5 روز حکومت می کرد و تمام کمبودی های مملکت را در رو بروی مردم می گفت، حکم می برآورد، نیم شوخی و نیم جدی و راهبران مملکت از این خلاصه می برآوردند که چی باید کرد. نه به مانند امروز که دولت ها می نگرند که کی فرض کردیم طرف مقابل او را تنقید کند و بعد فهمد که
ما در اینجا کمبودی داریم، فرض کردیم در تمام دولت‌های دنیا مشاهده می شود. اما ببینید که پدران ما چه راه کافته برآوردن، یعنی که میرین نوروزی آفریدن به همین خاطر که ما کمبودی ها رو خودمون میگوییم، در روی یکدیگر میگوییم، اما سخت نمیگوییم، از راه شوخی میگوییم، نیم جدی و نیم با هزل و چی میگوییم تا اینکه مؤثر باشد و کسی رنجیده نگردد، کسی نرنجد. بله. و دیگران، هر کس که دست قدرت دارد باید آنها رو با آهستگی رفع کند. این ببینید نوروز چه زیبایی ها دارد. نوروز زیباترین آفریده خداوند است که او را برای ما نصیب دیده است و ما را گفته است که به دیگران تقدیم دارید. ز باغ ای باغبان ما را همه بوی بهار آید، کلیدی باغ ما را ده که فردامان بکار آید. کلیدی باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. به این بایستگی جشنی، به این شایستگی روزی، وطن را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. ای ملت تاج بسر و تمدن آفر، مبارک باد برایتان دیدن دوباره جمال نوروزی وطن. چو پایاندازی مخمل نثار قدوم مبارکتان باد، همه بنفشه ها و حلبوها و لاله ها و یاسمن های معصوم که در هر سرولشان زیبایی واقعا هم فریاد میزند. نوروز مبارک ملت من که در قلب خیش، در تار و پود سیرشت خیش، عشق را، هویت را، جوانمردی را، نوروز را از هلاکت نجات داده اید.